میخوایی که در یک دقیقه تعویض روغن ماشینا رو برات یاد بدم؟ یا بریم تعویض روغن جک چیفور بریم کاراش انجام بدیم. پیچ کارترش باز میکنیم، فیلتر روغنشان باز میکنیم، فیلتر هواشان باز میکنیم، براش باد میگیریم، پس میبندیم سر جایش. ضرب روغنشان باز میکنیم، فیلتر روغن براش میاریم، فیلتر روغن با دست میبندیم، پیچ کارتر هم با دست میبندیم، پیچ کارتر آچار بندازیم، دور پیچ کارتر با دستمال تمیز میکنیم، دور فیلتر روغن هم تمیز میکنیم، فیلتر روغن با آچار سفت میکنیم. ظرفیت روغنش هم 390 است، ما 4 لیتر براش میرسیم. داشل اسم فیلتر روغن چک میکنیم لشتی نداشته باشه. اگر ویدیوی کاملش میخواهی در کانال ما یک سر بزن. اگر از این ویدیو خوشت آمد یک لایک هم بزن.